بلوگرها از همه شما احترامانه خواهش میکنم که همین نوارا پهن کنه. التماس با میبینم کی پهن میکنه. سلام علیکم. همین عبدالرزاق هم خدا 100 ساله کنه، همین حاجی شورت خدا 100 ساله، تمام بلاگر هموطنان همتون 100 ساله کنه و همتون یک جایش ده مرا دستگیری کنه. ما شفیع دعا میکنم ان شاء الله یک سخیره کم پروردگار. در غریبی بودم، پدر مادرم داشتم، در جنازه‌شان اشتراک نداشتم، در حقشان دعا باشه، در حق ما دعا باشه. من در حقشان ان شاء الله دعا میکنم. ما شفیع رمضان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی، چگونه که همین مادر تک و تنهای بیچاره بیمار دیده از همه ما مراجعت کرده است که ما چیکار کنیم، مثلا کمی باشه کمک کنیم یک مبلغ ناچیز تا اینکه همین مادر تک و تنهای بیچاره برای چیکار کنه. همین مادر ما و شما برای همون چشماش کسلی کاتاراکت بده، چشماش بگیرن. برادران عزیز، یک چیز تو نبرار که مادر چشماش هم میگیره، مادر خلاص به چشم میمونه، کسلی کاتاراکت چشماش نمیبینه. برای همین از همه شما بازم احترامانه خواهش میکنم که بی‌طرف نباشه، دست خود رو دراز کنید تا اینکه مادر یاردم کنید. بعد چیز دیگه تو نبراره که هر کسی که 1 سوم 10 سوم چند سومونه که خیر میکنه، الله در قرآن خودش وصف میکنه که خیر آن را چیکار میکنم، دو چند بر میگردونم. برای همین بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از مکه مکرمه خیر از جانب شما، از جانب ما چی یک کف دعا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حاجی شورت سیمای اصل سلامتیتون سازه خوبه. خواهش میکنم که احترامانه خواهش میکنم برای ما همین کمکی دستگیری کنه که من با همین بیمارم چشمای مرا میگن او دلیل میکنه در راسته غریبی رفته کار کردن، در اونجا اپراتسی هم کردن، بیمار شدن در اونجا، اكو چشمه میگه او دلیل کردن در کار. برای همین سوم ندارم، باید من قربالا روم. برای همین اپراتسی کنم که برای مرا دستگیری کنه. حاجی شورت سیمای اصل خواهش میکنم که همین وهای مرا ویدیو مرا همه جا رسانه کنید. التماس خواهش میکنم دعای مرا بگیره. با شریف رمضان تا مبارک 100 ساله شوید. همین عبدالرزاق هم خدا 100 ساله کنه، همین حاجی شورت خدا 100 ساله، تمام بلاگر هموطنان همتون 100 ساله کنه و همتون یک جایش ده مرا دستگیری کنه. ما شفیع دعا میکنم ان شاء الله یک سخیره کم پروردگار. در غریبی بودم، پدر مادرم داشتم، در جنازه‌شان اشتراک نداشتم، در حقشان دعا باشه، در حق ما دعا باشه. من در حقشان ان شاء الله دعا میکنم. ما شفیع رمضان حرکت کنیم. من قربالا روم، بالیسا بیمارخانه روم، چشمای خود را جراحی کنم. خواهش میکنم مرا یار کمک خود را دریغ میکنید. در حقتان دعا هستم ان شاء الله. کل مسلمانی بنده خدا امتی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در غریبی هستند، غریبان خدا نگهبان باشد. صاحبی سرشان پروردگار اسلام که آمده، صاحبی سرشان شوند پروردگار، پدر مادرشان 100 ساله شوند، گذشتگانشان خدا رحمت کنه. پروردگار همه شما را پروردگار الله نگهبان سرتان باشد. رمضانتان مبارک باشد. هموطنان تا هست مرا دستگیری کنه. پروردگار خدا 100 ساله تا گونه در ماه شریف رمضان. آمین. الله اکبر. سلام علیکم بینندگان گرامی، خیلی که همین مادر تک و تنهای بیچاره را دیدیم. همین مادر بیچاره محتاج به یاردم ما و شما های. برای همین بیا همه کسای یک جا میشیم، برادران غریب، برادران مهاجر. همین مادر کم که دیگهش موندگیه. برادر ما در اینستاگرام نوار کردم، موندم کارتشا 8080 چند سومون، خلا 8000 زیادتره، 8000 چند جمع شدگیه. بیا همه کسا یک بار دیگه مقصد برادرایی که در یوتیوب این مقصد شما می نوار دیدگی نباشه، التماس بی‌طرف نباشه، همین نوار تماشا کنه، همه کسا دستگیری کنه. نوار کوتاه که ما گپ میزنم بسیار بعد مقصد در من مراجعت کردن چه خیلی همون مادر چشماشو باید بگیرن. خلاص همین مادر دیگه یا عمر کوزی کورا یا عمر دیگه کور میشوه. همون کسلی کاتاراکت داره چشماش هم میگیرن. التماس از همه تو بازم التماس میکنم چندی که میتونین خیر کنید همین کارت همین مادر. مقصد دوشنبه سیتی اقلا همین 20000 سومان رو جمع کنیم که روی کنیم به همین مادر برای چشماش هم مقصد معالجه کنه، اپراتسی کنه، چشماش بگیرن. التماس بی‌طرف نباشه، نگاه کنید چندی که میتونه یاردم کنه. الله نگهبان تو باشه برادرو. از شما خیر، از ما یک کف دعا. زنده و سربلند و خانه آباد باشه.